تصور کن وسط یه بیابون گیر افتادی و از تشنگی هلاک میشی. یه نفر از راه میرسه، یه لیوان آب و شور میده. تو یه لحظه اونو میخوری و تشنگیت برطرف میشه. اما چند دقیقه بعد تشنه‌تر و درموندتر از قبلی. این داستان هر روز زندگی ماست. داستان لذتی که داره آروم آروم ما رو از درون خشک میکنه. اون آب شور اسمش دوپامینه. هورمونی که توی ریلز های اینستاگرام، تیکه های پیتزا و نوتیفیکیشن های تموم نشدنی پنهان شده. هر باره که بهش میرسی مغزمون پاداش میگیره، اما فردای همون روز به دوز خیلی بیشتری احتیاج داریم. درست مثل آتیشی که میخوایم با بنزین خاموشش کنیم، ولی یه چشمه آب شیرین واقعی هم وجود داره. هورمونی که اصلا فریاد نمیزنه، زمزمه میکنه و آروم سیرابت میکنه. اون هورمون اسم سروتونینه. لذت واقعی بودن چیزه، نه فقط داشتن لحظه اون چیز. لذتی که بعدش احساس پوچی نمیکنی، بلکه احساس عزت نفس و داشتن انگیزه میکنی. فیلسوفای قدیم قبل این که اسمی برای اینا وجود داشته باشه این تله ها رو شناخته بودن. اپیکور میگفت بالاترین لذت نبود درد در بدن و اضطراب در ذهنه، در حالی که برعکسش ما امروز حاضریم هر دردی رو تحمل بکنیم تا به اون لذت آنی برسیم. کاریون هشدار داده بود که ما از لذت به عنوان یک ابزار برای فرار کردن از چیزایی استفاده میکنیم که جرأت روبرو شدن رو باش نداریم. واقعا جمله سنگینیه. هر باره که با یه لذت لحظه‌ای دردمون رو ساکت میکنیم، دفعه بعد اون درد غیر قابل تحمل تر میشه. و شوپنهاور این چرخه ها رو اینجوری خلاصه کرده بود: زندگی نوسان بین رنج و ملاله. وقتی چیزی رو نداری رنج میکشی و وقتی به دستش میاره دچار ملال و دلزدگی میشی. واقعا نمیشه انکارش کرد. پس واقعا راه حل چیه؟ این که اهدافمون رو ببوسیم و بذاریم کنار؟ نه. راه حل اینه که دلیل و بنای اهدافمون رو عوض کنیم. مثلا اگه دلیل تو برای خواستن اون خونه، اون ماشین، اون موقعیت یا حتی چیز خیلی کوچیکتر، یه ساعت، یه قاب گوشی حتی، فقط اون حس لذت لحظه‌ای باشه، تو برده اون خواسته میشی. همیشه تشنه میمونی. اما اگه یه دلیل محکمتری پیدا کنی، دلیلی که با هورمون‌های مغزت وابسته نباشه، اون وقت که آزاد میشی. لذت واقعی توی به دست آوردن نیست، توی اون عزت نفسی که از تلاش کردن بعدش به دست میاری. لایوتسه یه فیلسوف چینی که میگه نزدیکترین راه برای از دست دادن یه چیزی چسبیدن بیش از حد به اونه. به قول یه بند خدایی رها کن. به جای چسبیدن به لذت رسیدن، روی لذت بودن در مسیر تمرکز کن. چرا که اون چشمه آب شیرین یعنی سروتونین همیشه همونجاست.